هیچ وقت فکر نمی کردم ترس دوباره روبرو شدن با اون موجود قراره تا آخر عمر همراهم باشه. اون شب صدای حرکت تخت بیمارستان از داخل یه اتاق خالی اومد. فکر کردم توهمه، اما وقتی داخل اتاق رفتم با چیزی روبرو شدم که شد کابوس زندگیم. سلام، من زهرام. سالها پیش پرستار یکی از بیمارستان‌های قدیمی اهواز بودم. هنوز هم جرأت ندارم درباره اتفاقی که اون شب برام افتاد حرف بزنم. هر بار که بهش فکر میکنم بدنم میلرزه و نفسم سنگین میشه. اون موقع فقط توی شیفت شب معمولی بودم و هیچ چیز قرار نبود متفاوت باشه. اما چیزی که توی یکی از اتاقها دیدم باعث شد باورم به این چیزا به کل تغییر کنه و فهمیدم که اونا همیشه کنارمونن و ممکنه هر کیو گرفتار کنن. اگه میخوای بدونی چی دیدم و چرا هنوز از گفتنش میترسم، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. من اون زمان پرستار رسمی بیمارستان نبودم و قراردادی کار میکردم. تازه چند ماه میشد که وارد سیستم درمان شده بودم و هنوز اسمم برای خیلی از همکارا آشنا نبود. هنوز نه سابقه‌ای تو کارم داشتم که بتونم شیفت دلخواه انتخاب کنم، نه جایگاهی که اعتراضم جدی گرفته بشه. خلاصه هرچی که بود دستور از بالا می اومد و ما فقط اجرا می کردیم. به خاطر کمبود شدید نیرو تقریبا اکثر شیفت هایی که به من میدادن شب بود. نه اینکه انتخاب خودم باشه و علاقه ای به شبکاری داشته باشم یا دنبال هیجان باشم. نه، اصلا اینطور نبود. شرایط طوری بود که شبکاری فقط چیزی بود که باید قبولش میکردی و منم به خاطر اینکه میخواستم مشغول به کار بشم چاره دیگه ای نداشتم و باید کار میکردم. فرصت خوبی برام بود دیگه. انتخاب دیگه ای هم برام وجود نداشت. از اونجاییم که قراردادی بودم دیگه باید یا شیفت شب رو قبول میکردم یا خیلی ساده و بی سر و صدا اسمم از لیست همکاری خط میخورد. بیمارستانی که توش مشغول به کار شدم اون سالها به خاطر شرایط مدیریتیش وضعیت عجیبی داشت. نمیشد گفت فعال بود و نمیشد گفت رو به تعطیلیه. یه حالت معلق داشت. انگار بین بودن و نبودن گیر کرده بود. بعضی بخش‌ها هنوز بیمار میگرفتن. پرستار و پزشک داشتن. شیفت ها طبق برنامه میچرخید. اما بعضی بخش‌ها تقریبا داشتن خالی و غیر فعال میشدن. تخت‌ها سر جاشون بودن. مانیتورها هنوز به برق وصل بودن. کمدها پر از وسایل مصرفی بود. اما تو همون بخش‌هایی که گفتم رو به غیر فعالی بودن، تعداد خیلی خیلی کمی بیمار پذیرش و بستری می شدن. حتی گاهی اوقات خالی بود. نه صدای دستگاه، نه رفت و آمد. انگار زمان توی اون بخش‌ها مکث کرده بود. همه چیز آماده استفاده بود، ولی کسی استفاده نمی کرد. همین بلا تکلیفی فضا رو عجیب و غریب می کرد. حتی قبل از اینکه چیزی غیر عادی اتفاق بیفته. شبها حس می کردم انگار حال و هوای بیمارستان کاملا عوض می شد. اون شلوغی روز، صدای رفت و آمد، مکالمه ها، زنگ ها، همه خاموش می شد و چیزی که می موند سکوت بود. نه سکوتی که باعث ترس بشه، نه سکوتی که فوراً ذهن رو بکشونه سمت افکار تاریک. بیشتر یه سکوت عمیق و سنگینی که دل آدم می گرفت. سکوتی که باعث می شد صدای قدم‌های خودت رو واضح تر بشنوی. صدای نفس کشیدنت، حتی صدای برخورد لباس کارت با بدنت. شبها آدم بیشتر از هر چیز صدای جزئیات رو می شنید. راهروها شبها انگار بلندتر به نظر می رسیدن. همون راهروهایی که روزها عادی بودن، شبها انگار کش می اومدن. نور چراغ‌ها کم بود. بعضی چراغ‌ها نیم سوز شده بودن و سایه‌ها روی دیوارها شکل‌های عجیب تری می ساختن. انگار همه چی کمی جدی‌تر و سنگین‌تر می شد. خلاصه حدود 1 ماه از شروع کارم گذشته بود که اولین چیز غیر عادی توجهم رو جلب کرد. نه صدای عجیب بود، نه سایه، نه اتفاقی که بشه فوری اسمش رو گذاشت ترسناک.
فقط حس می کردم که بعضی وسایل‌ها خود به خود جابجا میشن. چیزهایی که مطمئن بودم خودم جابجاشون نکرده بودم. اولین موردی که دیدم یه ویلچر خراب بود. چرخاش خراب شده بودن و دیگه استفاده نمیشد. دقیقاً یادمه. صبح همون روز ویلچر رو بردم و گذاشتم داخل اتاق تجهیزات دارویی و پارکش کردم اونجا. اتاق ته راهرو بود و کسی رفت و آمدی به اونجا نمی کرد و کمتر کسی اونجا دیده می شد و فقط وقتی سرمی باندی چیزی تموم می شد می رفتم و از اونجا بر می داشتم. حتی خاطرم هست که چرخش رو قفل کردم چون دیگه می دونستم قرار نبود استفاده بشه. اما شب وقتی از همون راه رو رد شدم و رفتم تو اتاق چشمم افتاد به همون ویلچر. کمی جلوتر از جایی بود که باید می بود. نه زیاد، شاید 1 متری می شد. اونقدر کم که آدم شک کنه و بگه شاید حافظش درست کار نمی کنه و الکی شک کرده. اول بیخیال شدم. با خودم گفتم احتمالاً خدماتی ها جا به جاش کردن یا نمیدونم، شاید خودم دقیق یادم نیست. بالاخره شبکاری ذهن آدم رو خسته میکنه و آدم اشتباه میکنه و از اینجور حرفا. اما چند شب بعد وقتی رفته بودم از اتاق سرم بردارم، ویلچر سر جاش بود، ولی حدود 5 دقیقه بعد که دوباره برای بار دوم برگشتم به اتاق، این بار فقط جلو نیومده بود. دیدم زاویه‌اش فرق کرده. انگار کسی عمدن کج پارکش کرده باشه. این دیگه سخت‌تر قابل توجیه بود. من آدم وسواسی نیستم، اما وقتی هر روز با تجهیزات کار میکنی جای وسایل ناخودآگاه توی ذهنت ثبت میشه. مخصوصا چیزهایی مثل ویلچر که معمولا حرکت نمیکنن و منم این بار فقط 5 دقیقه پیش دیده بودمشو. دیگه شبم بود که بخوام بگم رفت و آمد به اتاق زیاده. حتی چرخش رو هم که قفل کرده بودم. مطمئنم بودم که کار آدمای بیمارستان نمیتونه باشه، چون با عقل جور در نمی اومد. باز هم چیزی نگفتم. نخواستم بزرگش کنم. بازم با خودم گفتم شاید شبهای قبل کسی بوده، شاید نمیدونم، من ندیدم. خلاصه گذشت و تا شبی که حدود ساعت 2:30 بامداد اولین صدا رو شنیدم. اما اگه میخوای بدونی منبع وحشتناک صدا چی بود، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. صدا بلند نبود، واضح هم نبود، بیشتر شبیه کشیده شدن چیزی روی زمین بود. آروم، انگار یه جسم سنگین رو خیلی آهسته بکشن. ذهنم سریع دنبال دلیل منطقی گشت. نمیدونم، ساختمون قدیمیه، لوله ها صدا میدن، کف پوش ها لغ میزنن. این اولین توجیهی بود که به ذهنم رسید. همیشه هم همینطوره. ذهن آدم اول میخواد همه چیز رو عادی کنه، حتی وقتی نشونه ها دارن چیز دیگه ای میگن. اما یه چیز با این توجیه جور در نمی اومد. صدا قطع و وصل میشد. منظم نبود. شبیه صدای لوله یا انبساط ساختمون نبود. الگوی مشخصی هم نداشت. همین نامنظم بودنش بود که آزاردهنده بود. راه را تقریبا تاریک بود. چراغ‌های اصلی خاموش بودن و فقط چراغ‌های اضطراری نور زرد و ضعیفی میدادن. نورهایی که بیشتر سایه میساختن تا روشنایی. انگار یه تنش عجیب و سنگینی و نمیدونم، خلاصه یه حال غریبی توی فضا حاکم شده بود و احساس تنگی به آدم دست میداد. صدا از سمت همون بخش قدیمی می اومد. بخشی که دیگه بیماری اونجا بستری نمی شد. اما هنوز تخلیه کاملم نشده بود. من نه با ترس رفتم نه با کنجکاوی. صرفاً وظیفه‌ام بود. وقتی تو بیمارستان شبکاری، هر صدایی میتونه نشونه یه مشکل فنی یا حتی انسانی باشه. نمیتونی نادیده بگیری. بلند شدم و رفتم ببینم که صدای چیه. جلوی یکی از اتاق‌ها ایستادم. در نیمه باز بود. همین موضوع یه لحظه باعث مکثم شد، چون طبق روال درهای اون بخش همیشه بسته میموند. نه اینکه قفل باشن، ولی اصولا بسته بودن. کسی دلیلی نداشت درها رو باز بذاره. اول داخل نرفتم. یه چراغ قوه
همیشه تو جیبم میذاشتم. چراغ قوه رو هم روشن نکردم. چند ثانیه فقط واسطادم و گوش دادم. اما یهو صدا قطع شد. همین باعث شد یه قدم جلوتر برم. وقتی کلید چراغ اتاق رو زدم دیدم چراغ روشن نمیشه. ترسیدم و عقب کشیدم. بالاخره تاریک بود و کسی هم نبود. نمیدونم چراغ سوخته بود یا یه چیز دیگه. چراغ قوه رو روشن کردم. نور افتاد وسط اتاق. تخت تقریبا وسط اتاق بود، اما نه دقیق سر جاش. یکم کج شده بود. ملحفه صاف نبود، چین خورده بود، نه که شلخته باشه. دقیقاً شبیه این که وقتی کسی روش نشسته باشه و تازه بلند شده باشه. ذهنم هنوز دنبال دلیل منطقی بود. با خودم گفتم شاید قبلا کسی اومده بوده، شاید خدمات، شاید یکی از دکترها. بالاخره بیمارستان جای رفت و آمده. نخواستم زیاد فکر کنم. دور تخت چرخیدم که ببینم چرخها قفل بودن یا نه. اما همون لحظه بود که یهو صدای نفس کشیدن چیزی رو پشت سرم شنیدم. سری سیخ شدم و ایستادم. هل شدم و تپش قلبم جوری بالا رفت که تا مرز سکته رفتم. صدا شبیه نفس انسان نبود. یه صدای خورناز مانند شبیه صدای خوک، آروم و کشدار. انگار چیزی برای نفس کشیدن تلاش میکرد، اما اصلا عادی نبود. دستام شروع کردن به لرزیدن. واقعا ترسیده بودم. چراغ قوه رو روشن کردم و آروم بالا آوردمش و چیزی رو دیدم که هنوزم نمیتونم درست توصیفش کنم. اما صبر کن، این تازه اولشه. اتفاقی که بعدش افتاد شب نمیذاره بخوابی. نه شبیه انسان بود و نه شبیه تصاویری که توی فیلم ها یا داستان ها دیده بودم. اون موجودی که دیدم رنگش سرخ بود، مثل رنگ آتیش. چشماش یا هر چی که شبیه چشماش بود عمودی بود. زل زده بود به هم و پاهای سم مانندی داشت. نمیدونم چطوری اون لحظه رو توصیف کنم. یه فشاری افتاده بود روی قفسه سینم که انگار یه فیل رومه. نفس کشیدن برام سخت شده بود و از شدت وحشت فقط خدا رحم کرد که قلبم از کار نیفتاد. دهنم خشک شده بود. زبونم به کام چسبیده بود. خواستم حرف بزنم اما نشد. خواستم حرکت کنم، نشد. اون لحظه چند ثانیه بیشتر طول نکشید، ولی برای من خیلی طولانی بود. زمان انگار ایستاده بود. بعد تخت با یه حرکت کوتاه و ناگهانی تکون خورد. نه پرت شد نه به دیوار خورد. فقط حرکت کرد. همون لحظه بود که جیغ بلندی کشیدم و سریع از اتاق فرار کردم. با تمام توانم دویدم و از بیمارستان زدم بیرون. خلاصه نگهبان و چند تا از پرستارا که صدامو شنیده بودن و منو در حال فرار دیده بودن منو آروم آوردن داخل و میپرسیدن که چی شده. اما هر چی میگفتم جن دیدم باورم نمیکردن و فکر میکردن دیوونه شدم. یه آرام بخش بهم زدن و تا آخر شیفت روی تخت دراز کشیدم. تا خود صبح به اطراف نگاه میکردم و کپ کرده بودم. فقط منتظر صبح بودم. فرداش نگهبان رفته بود و اتاق رو چک کرده بود، اما میگفت همه چی مثل همیشه عادی بوده. خلاصه گذشت و من از اون بیمارستان رفتم و دیگه پامو داخلش نذاشتم. چند ماه بعدم شنیدم که قرار بیمارستان جمع بشه و به خاطر همون مشکلاتی که گفتم کامل تعدیل بشه و تبدیل به متروکه‌ای بشه که اون جن داخلش لونه کنه. نمیدونم چرا، ولی حس میکنم دلیل این تعطیلیم اون اجن است. من بعد از تعطیلی بیمارستان دیگه هیچ وقت به اون منطقه پامو نذاشتم. نه به خاطر ترس لحظه‌ای، بیشتر به خاطر اینکه حس میکردم بعضی جاها، بعضی شبها برای موندن آدم ساخته نشدن. سالها گذشته، ولی هنوز وقتی یاد اون اتفاق میافتم اولین چیزی که میاد تو ذهنم اون موجودی که هیچ وقت براش توضیح منطقی پیدا نکردم. اما از شما میپرسم، نظر شما چیه؟ به نظرت اون اجنه چرا باید تو بیمارستان ساکن بشه؟ اگه جای من بودی
چی کار میکردی؟ نظرت رو تو کامنت برام بنویس. اما قبل از اینکه بری یه چیز رو بدون. داستان ترسناک بعدی روایت یک کشاورزه که با جن رحمانی ملاقات کرد و زندگیش زیر و رو شد. خب رفقای گلم، این بود از داستان امشب. اگه ویدیو رو دوست داشتین با سابسکرایب کردن کانال و لایک کردن ویدیو بهمون انرژی بدین. ممنون از شما.